سلام بچه ها. بچه هایی نیست هنوز البته ولی خب anyway میخواستم یه introduction کوچولویی از خودم بذارم و ببخشید که اصطلاحات انگلیسی وسطش استفاده میکنم، عادت کردم. ولی خب من شبنمم، نمیدونم حقیقتا میخوام اینجا تو این کانال چیکار کنم، یوتیوب چنل، ولی سعی کنم مهارت جدیدی که یاد گرفتم و دوست دارم به اشتراک بذارم و خودم اپلای کردم و مهاجرت تحصیلی کردم. دوست دارم به بقیه هم کمک کنم که خودشون این کارو بکنن، چون خیلی ها فکر میکنن که این کار نشده یا حتما باید از کسی کمک گرفت، ولی خب اصلا اینطوری نیست. خودتون همه کار میتونین انجام بدین تنهایی و سعی کنم کم کم ویدیو درست کنم، به اشتراک بذارم. رشتم البته توی طراحی معماری شهری و طراحی منظر هست، معماری منظر هست، architecture, landscape architecture, urban planning and design هست ولی خب دیگه مسیر اپلای همه یه جوره. anyway این یه کاناله که من میخوام لایف استایلم و حالا مهارت جدیدی که یاد گرفتم و هر سری تغییراتی که تو ایجاد میشه رو به اشتراک بذارم. شاید کمکی یکی کرد و شاید برای یکی جالب بود، حالا لزوما کمکی هم نکنه، شاید برای یکی جالب بود. من به هنر خیلی علاقه دارم، دوست دارم چیزای جدید یاد بگیرم. اخیراً سفال یاد گرفتم که حالا ویدیوهای بیشتری آپلود میکنم و همونطور که گفتم راه و روشی که خودم اومدم و چی کار کردم و چقدر براش تلاش کردم و اینا رو به اشتراک میذارم. میدونم خیلی کانال‌های مختلفی هست که این چیزها رو توضیح بده و داده تا الان، ولی خب anyway منم به زبون خودم میگم و فکرم نمی کنم مال من بخواد مثلا specifically فقط برای مهاجرت یا how to apply، چجوری اپلای کنیم باشه. من بیشتر دوست دارم اگه تغییری تو خودم ایجاد شد، اگه چیزی یاد گرفتم و فکر کردم اشتراک گذاشتنش جالبه، بیام اینجا به اشتراک بذارمش. for now الانم که هیچ سابسکرایبری نداریم، سابسکریپشن هم 0 هست or maybe 1 which I think it's my sister ولی anyway فکر کردم که خوبه که یه introduction داشته باشم توی کانالم. برای دل خودم ضبطش کردم actually و we will see. آره همین. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. Hope you have a good day y'all.